آقا من با عجله قطع کردم، طرز خاموش کردنشون به شما نگفتم. بچه اینا خیلی گرمن، اینا رو جدا میکنید با یه چیز، این یه چیزی جداشون میکنید، بذار قشنگ سرد بشه، دست بهشون نزن، خیلی گرمن. نکن عزیزان، واسه خاموش کردنش یه ظرف دیگه باید استفاده کنید، نه پلاستیکی، اونم هر چی باشه ولی آهنی. بذارش بالا همینطور، خفه میشه، خاموش میشه خودش. یه خورده عجله نکنید. اینم احتمال گرم بشه، اگه بالا بگیرینش قشنگ گر میکنه. نگاه کنید بچه‌ها، چون خاموش شد. یه اولی رو خاموش کردم، نگاه کن، دومیه و همینطور بذارید بالا، خاموش شد. نگاه کنید، واسه روشن کردنش هم هیچ مشکل دیگه ندارید. نگاه کنید، با یه فندک راحت روشن میکنید. نگاه کنید، اینم روشن شد. بچه نگاه کنید، خاموش کردنش هم بهتون گفتم. نگاه کن، یه قوطی هر چی باشه، آلومینیومی باشه، نگاه کنید، خاموش. بچه راحت. دومیان هم نگاه کنید بچه، نه بذار بالاش، خاموش. مرسی بچه ها، من هانیم. ای به بعد هر کاری که میکنم با شما به اشتراک میذارم. ممنونم، دوست دارم لایک کنید و کارام هم به بقیه نشون بدید. متشکرم، ممنون.